سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران عزیزم. در اینجا میخوام نرم افزار نمایندگی پخش و فروش اجناس رو خدمت شما معرفی کنم. بعد از اینکه این نرم افزار رو از سایت softomran.com دانلود کردید، باید به صورت ران از ادمینستر اون رو فعال کنید، یعنی اینکه روی فایل راست کلیک کنید و این گزینه رو بزنید تا فایل باز شه. البته راه بهتری هم هست، از طریق منوی پراپرتیز و تب دوم این دکمه رو بزنید و این تیک رو فعال کنید و اوکی رو بزنید که از اینجا به بعد دیگه نیازی به راست کلیک کردن نیست و به صورت مستقیم میتونید با دبل کلیک فایل رو باز کنید. لازم به ذکر هست که دوستان باید حتما از آفیس 2013 استفاده کنید روی کامپیوترتون و برای کار راحت تر، الان صفحه اصلی نرم افزار باز شده، برای کار ساده تر میتونید از نمای تمام صفحه استفاده کنید و این پنل کلی کار شما هست و اینجا نام شرکتتون، آدرس و مشخصات دیگری که ممکن هست نیاز داشته باشید رو وارد کنید. هر کدوم از اینها رو هم اگر وارد نکنید هم مشکلی نداره، به هر حال توی فاکتورها اگر میخواید ثبت بشه اینها رو اینجا وارد کنید. در مرحله اول خب باید طبیعتا کالا رو معرفی کنید به نرم افزار. وارد این قسمت میشیم. در اینجا دکمه کالای جدید رو میزنیم، کد کالا رو خودش به ما میده، یعنی کد کالای جدید رو اینجا گروه کالا رو مشخص میکنیم، نام محصول مثلا شامپو فاب هستش، واحد شمارش. خب ما یک سری واحدها داخل نرم افزار از قبل معرفی شدن و البته شما میتونید با این دکمه واحد جدید هر واحدی رو که دوست داشته باشید بهش اضافه کنید. قیمت واحد مثلا 5000 تومان. ضریب تخفیف شما میتونید از همین الان به صورت دیفالت یک تخفیف بهش معرفی کنید. البته مثلا اگر میخواید 2% تخفیف اعمال کنید باید از عبارت 98 صدم استفاده کنید. مالیات هم اگر قرار هست بهش تعلق بگیره که قرار اضافه بشه به روی قیمت به این شکل، مثلا ارزش افزوده که 9 صدم یا 9% هست رو به صورت 1.09 وارد کنید. خیلی ساده و سریع هست این نرم افزار، خیلی پیچیدگی های خاصی نداره و اینجا میبینید که کالامون معرفی شد. برای واحد جدید هم اینجا توی واحد شمارش هر چیزی رو که بخواید میتونید وارد کنید، بعدا ازش بتونید در جاهای دیگه استفاده کنید. برای حذف کالا هم مثلا من اینجا یک کالا رو حذف میکنم، میبینید که خب حذف خواهد شد. جستجوی کالا، این هم حالا اینجا فعلا کالاها کم هستن، ولی اگر فرض کنیم زیاد باشه و دنبال کد کالای خاصی بگردین، کافیه که یه حرف یا 2 تا حرف ازش وارد کنید. ببینید که همین کالایی که همین الان وارد کرده بودیم رو پیدا کرد، یک مورد هم بیشتر نیست. میبینیم که سلکت هم روی اون قسمت هست، یعنی اگر این صفحه خیلی طولانی باشه، مثلا این شامپو فاب جدید رو وقتی پیدا میکنه حرکت میده میاره بالا و روش سلکت میکنه و میتونیم ازش استفاده کنیم. از همینجا میتونیم دوباره برگردیم به صفحه کنترل و البته هر جای دیگه هم میتونیم برگردیم. معرفی افراد هست، این هم بخش ساده ای هست. وارد این قسمت میشیم. این هم مثل اجناس همون جستجو رو به همون شکل داره و افراد جدید رو باید بهش وارد کنیم. حتی اگر این افراد مشتری نباشن، یعنی مثلا افرادی باشن که شما از اونا قراره خرید کنید، مثلا کارخونه، اگر از کارخونه خرید میکنید کارخونه رو به صورت یک شخص به اینجا معرفی کنید و کد فرد رو هم خودش انتخاب میکنه. میبینیم که میتونیم آدرس رو هم وارد کنیم.
کد اقتصادی میتونه هر عددی باشه، شماره ملی میتونه هر عددی باشه، کد پستی هم همینطور. و ضمن این که میتونید هیچ کدوم از اینا رو هم وارد نکنید، اگر که واجب هست میتونید وارد کنید. مهم اینه که نام فرد و تلفن توی اون مشخص شده باشه. تایید رو میزنم، میبینیم که نوروززاده اینجا ثبت شد. حذف افراد رو هم از همینجا کافی روی اون خونه‌ای که قراره حذف بشه یک کلیک انجام بدید، حذف افراد رو بزنید و اون گزینه رو حذف کنید. برمیگردیم به صفحه کنترل و در اینجا وارد فاکتور فروش خواهیم شد. فاکتور فروش ما بسیار چیز ساده ای هست، هیچ پیچیدگی خاصی نداره. خب مشخصات شرکت رو که از اول زدیم اینجا وارد شد. شماره فاکتور تاریخ به روز هست، میتونید هر چیز دیگه هم اینجا تایپ کنید ولی به هر حال خودش تاریخ روز رو میاره. کافیه که کد مشتری رو اینجا وارد کنیم. آخرین فردی که به نرم افزار معرفی کردم کدش 5011 بود. ببینیم که نوروززاده با تلفن و مشخصات همش اومد و در اینجا هم باید کد کالا وارد کنیم. کد کالا رو یا باید شما حفظ باشید یا از طریق جستجوی کالا، مثلا همون شامپویی که الان اونجا وارد کردیم، میبینیم که شین رو که زدم 3 مورد پیدا کرد که یکی از اونها شامپو فاب جدید هستش که انتخاب میکنیم و کد کالا، واحدش، قیمتش و موجودی انبارش رو به ما میگه. خب چطور میشه که ما الان توی انبار 0 هست چون ما هنوز وارد قسمت انبار نشدیم که این جنس رو یا بخریم یا ورود به انبار بزنیم، ولی به هر حال ما این انتقال به فاکتور میزنیم، مشخصاتش اینجا وارد شده است. فقط شما کافیه که تعدادش رو بزنین. اینجا هم بله 2008 وارد شد، این هم بهش تعداد تعلق میگیره. در اینجا غیر از این ضرایب مالیات و تخفیف میبینیم که یه تخفیف نهایی دیگه هم هستش که تخفیف اختیاری، مثلا 5000 تومان. این خونه آخر، گزینه آخر مبلغ قابل پرداخت هست و اینجا هم به حروف همون رو می نویسه. عملا کار شما در یک مرحله فروش به اتمام رسیده. باید حتما فاکتور رو ثبت کنید اگر میخواید که بدهی به نام فرد ثبت بشه و کلیه اطلاعات دیگرش هم ثبت بشه. دکمه ثبت فاکتور رو میزنیم، میبینیم که این پیغام هم به شما میده که مشخص میکنه که این فاکتور ثبت شده ولی هنوز پولش پرداخت نشده و اگر که پولش نقدن دریافت میشه باید دوباره این رو ببندید و از اینجا دریافت مبلغ این فاکتور رو بزنید. خب اگر که این رو تو خاطرتون داشته باشید، دریافت مبلغ این فاکتور وارد بخش حسابداری شد. مبلغ همون فاکتور اینجا مشخص هست، شماره فاکتور، کد فرد، نام فرد و اگر دکمه تایید رو بزنین این پول پرداخت میشه. دوباره برمیگرد اینجا قسمت محاسبات و انبار هست که از همینجا شما میتونید کارهای خیلی بیشتری انجام بدید و الان برمیگردیم دوباره به اینجا. دوباره برمیگردم به فاکتور فروش خودم. برای اینکه فاکتور جدیدی رو ثبت کنم دکمه فاکتور جدید رو میزنم و اطلاعات پاک میشه. شماره فاکتور خودش یک عدد به سمت جلو حرکت میکنه و از دکمه ردیف اضافه من میتونم چند ردیف و اگر خواستم میتونم یک ردیفی رو حذف کنم که آماده بشم برای فاکتور جدید. از اینجا دوباره برمیگردم توی قسمت حسابداری و انبار. اینجا قسمت حسابداری و انبار هست. تمام اتفاقاتی که توی کار شما اتفاق میفته اینجا ثبت میشه. خرید کالا، فروش کالا،
برای خرید کالا شما باید توی این قسمت خرید کنید، ثبت فاکتور خرید رو بزنید، خودش کد فاکتور رو به شما میده. فرد رو حالا فرض میکنیم که از همون آقای نوروززاده یک بار دیگه میخوایم خرید کنیم که کد آقای نوروززاده 5011 بود، میبینیم که اسمش اومد. کد کالا هم 2000 مثلا 13، میبینیم که نام محصول، واحد شمارش. قیمت خرید با توجه به این که باید فرق داشته باشه با قیمت فروش، این قیمت ارتباطی به اون نام معرفی کالایی که اونجا قیمت مشخص کردید نداره. هر قیمتی که خرید کردید واقعا همون رو اینجا وارد کنید. مثلا 2000 تومان. تعداد هستش، میگیم فرض میکنیم 1000 بسته از این جنس رو شما خرید کردین، مبلغ کل مشخص هست، ضریب تخفیف هم مثلا 95% تخفیف گرفتید، اعمال میشه توی گزینه بعدش. مالیات هم مثلا 3% مالیات باید به فرد میپرداختید، اضافه میشه به مبلغ کلتون. تخفیف اختیاری هم اگر اون فرد به شما داده یا کارخونه دار به شما داده هم اینجا وارد کنید و تایید رو بزنین و میبینیم که یک ردیف دیگه اینجا اضافه شد. برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاد میبینیم که اینجا نگاه کنید یک سری از این ستون ها مربوط به کارهای عمومی هست. این قسمت از اینجا تا اینجا فقط برای فروش کالا هست که اینجا ثبت میشه. این قسمت خرید کالا هست که از اینجا تا این قسمت همین خرید آخری که انجام دادیم الان اینجا کل اطلاعاتش موجود هست. دریافت پول از افراد، این همون فاکتوری هستش که ما پولش رو گرفتیم از آقای نوروززاده و حسابش رو صفر کردیم، اینجا ثبت شده. تخفیف ها هم تخفیفی که موقع فروش به آقای نوروززاده داده بودیم اینجا ثبت میشه و موقع خرید هم تخفیفی که گرفتیم اینجا ذخیره میشه. البته اینها به چه درد خواهد خورد؟ شما نیازی نیست همه اینها رو حتما بررسی کنید. آخرین فاکتور فروشی که داشتیم 1602 بود. من اینجا 1602 رو میزنم، دکمه نمایش ریز درخواستی رو میزنم. این آخرین فاکتوری هست که ما فروش انجام دادیم. هر کدوم از این خطوط یک خط اول مربوط به خط اول اون فاکتوره، خط دوم مربوط به خط دوم همون فاکتوره، خط سوم مربوط به تخفیف نهایی. من یک لحظه برمیگردم توی فاکتور فروش، مربوط به تخفیفی است که اینجا قبلا زده بودیم. دوباره برمیگردم به بخش حسابداری و خط سوم چی هست؟ مربوط به پرداخت این مبلغ هست. یعنی اینکه این فاکتور وقتی که داشتیم تو مرحله بعد که اومدیم پرداختش یعنی دریافت کردیم پولش رو از مشتری، اینجا ثبت شده و همونطوری که میبینین جمع نهایی یا بدهی رو صفر زده. یعنی بابت این فاکتور ما هیچ طلبی از هیچ کسی نداریم و جمع نهایی همون فاکتور رو هم اینجا زده و موجودی کل مربوط به جنس اجناس هست که ما چون اینجا کلا 25 عدد یا بسته یا حالا به هر حال واحد فروش انجام دادیم ولی هیچی تو انبار موجود نبوده، به این خاطر اینجا منفی زد. خریدی که در آخر انجام داده بودیم که این مورد بود، این هنوز پرداخت نشده. برای پرداخت مبلغ این خرید به همون کارخونه یا شخصی که ازش خرید انجام دادین پرداخت پول باید بزنید. میبینیم که همون اطلاعات اومد. چرا؟ به خاطر اینکه من روش کلیک کرده بودم، روی یکی از خونه های این ردیف کلیک کرده بودم. اگر هم کلیک نکرده باشید خب باید بنویسید. حالا وقتی رو خودش کلیک کنید و پرداخت پول رو بزنین
این اطلاعات اون فاکتور رو براتون میاره، البته جای مبلغ رو براتون خالی میذاره، چون به هر حال شما پولی که میخواید به افراد پرداخت کنید رو، تمام اینا البته قابل تغییر است، شما میتونید بابت هر چیزی که به کسی پرداخت میکنید در اونجا یادداشت کنید. من فرض میکنیم که ما به این آقا 5,000 یا 50,000 تومان پول پرداخت کردیم. تایید رو میزنم. این آقای نوروززاده کد فردش 5011 است. این رو اینجا پاک میکنم. در هر لحظه میتونم بفهمم من با آقای نوروززاده چه حساب کتابی داشتم. نمایش ریز درخواستی رو میزنم و کل اطلاعاتش اومد. من 2 مورد فروش داشتم با آقای نوروززاده، 1 مورد خرید داشتم از ایشون و 1 مورد بهش پول دادم، 1 موردم موقعی که بهش جنس توی اون فاکتور ثبت فاکتور پول فاکتور رو به ما پرداخت کرد، اینجا هم 1 مورد ثبت شده و 2 موردم تخفیف، 1 بار موقع خرید، 1 بار موقع فروش. یعنی ما هم به این آقا جنس فروختیم و هم از این آقا جنس خریدیم. در نهایت این مبلغی هست که الان چون منفی هست، یعنی این که پولی که ما باید به ایشون بدیم. هر جا که دیدید شما مبلغی رو به اصطلاح منفی هست، بدونید که شما بدهکارید به افراد. و بابت فاکتور هم باز همون مبلغ، چون به هر حال کلا مربوط به فاکتورها بوده دیگه، ما پول دیگه ای که بهش بدهکار نبودیم. و حتی میتونیم اینجا ما مثلا پرداخت پول رو بدون ارتباط با فاکتور ثبت کنیم. ما همینطوری به هر دلیلی به شخصی پول میدیم، به هر حال داره از صندوق ما کم میشه، میتونیم اینجا پرداخت پول رو بزنیم و کارمون رو انجام بدیم. یک جای دیگه هم هست، ریز وضعیت ورود و خروج کالا. این رو پاک میکنم. صفحه عادی رو در واقع باید بزنیم، دوباره به صفحه به حالت عادی برگرده. خب همین جنس 2013 یا کد 2013 شامپو فاب جدید رو در هر لحظه شما میتونیم اینجا بزنین. وقتی نمایش ریز درخواستی رو میزنین، تمام دفعاتی که این جنس خریداری شده و به داخل سیستم مجموعی شما اومده اینجا لیست خواهد شد. خب میبینیم که 1 بار این جنس رو ما فروختیم 10 بسته، 1 بار هم این جنس رو ما خریدیم 2000 بسته، 1000 بسته هم خریدیم. در نهایت میبینیم که 990 بسته موجودی کل این جنس هست. این هر ممکنه اعداد متفاوتی رو به شما نشون بده. شما همیشه اگر میخواید موجودی یک جنسی رو بدونید، اینجا کافی هستش که کد اون جنس رو وارد کنید و نمایش رو بزنید. اگر خواستید حساب افراد رو بدونید، چقدر بدهکارید طلب کارید، کد فرد رو بزنید، باز همین دکمه رو. و اگر خواستید در مورد فاکتوری اطلاعاتی داشته باشید هم که حالا پرداخت شده نشده یا اصلا چی بوده اون فاکتور، هم به صورت نمایش و هم به صورت عدد کلی، یعنی به شما اینجا جمع نهایی اون فاکتور رو میده، در مورد افراد جمع بدهی افراد رو میده و در مورد کالا موجودی کالا رو اینجا به شما میده. و ضمن این که تمام اتفاقات و خرید یا فروش کالا، پرداخت پول یا دریافت پول از مشتری بعد از زدن این دکمه اینجا لیست میشه، یعنی به اصطلاح فیلتر میشه. دوستانی که اکسل بیشتر بلدن منظور من رو بیشتر میفهمن که من چی دارم میگم. توی این قسمت چیز جالبی که وجود داره اینه که در هر لحظه به شما تراز مالی میده، میگه شما تا حالا من از این پایین بهتره که بگم مبلغ کل بدهی شما بابت خرید، کل خریدهایی که تا الان خریدهایی که انجام دادید و پولی که پرداخت کردید، هنوز این مقدار از پول مونده و هنوز پرداخت نشده.
بابت فروش شما مثلا 10 تا 100 تا 1000 تا فاکتور فروش داشتی، آیا پول همه اون رو از مشتری گرفتی یا نه؟ میبینیم که بابت فاکتور فروش هیچ طلبی از افراد ندارید. مبلغ کل فروش شما رو به شما نشون میده. در اینجا مبلغ کل خرید شما رو تا کنون به شما نشون میده و این تراز مالی هست، یعنی مبلغ کل فروش شما منهای مبلغ کل خرید شما میشه وضعیت مالی شما. یعنی اینکه ما نسبت به خریدی که تا الان انجام دادید اگر بیشتر فروخته باشید این مثبت هست. شما به صورت دستی هم میتونید یک تراکنشی رو حذف کنید. من اینو دوباره سفر به حالت عادی برمیگردونم. ما توی فروشمون از این آیتم 2008 رو فروختیم تو قسمت فروش کالا. حالا مشتری اومده و میخواد این یه قلم رو پس بده به ما. کافی هستش که این یه قلم رو من حذف ردیف بزنم. وقتی که این یه قلم رو روش کلیک میکنم حذف ردیف رو میزنم و اون تراکنش کلن از اون فاکتور حذف میشه و البته طرف طلبکار هم میشه به خاطر اینکه حالا من یه بار دیگه اینجا کد اون فرد رو میزنم 5011 رو، نمایش ریز درخواستی رو میزنم، میبینیم که منفی شد. یعنی که بابت اون جنسی که پس دادیم طرف طلبکار شد، منفی شد حساب فرد، یعنی اینکه ما به اون بدهکاریم. همیشه دقت کنید عدد منفی بدهی ما رو نشون میده و اگر مثبت بود یعنی ما طلبکاریم. دوباره صفحه عادی رو میزنم. با دکمه اضافه کردن ردیف یه ردیف اینجا به ما اضافه میشه و مثلا من میخوام به همون فاکتوری که به یک فردی جنسی رو فروختم میخوام یک چیزی اضافه کنم، ولی دیگه نمیخوام اون فاکتور رو دوباره بنویسم چون شماره جدید میگیره. البته میشه دوباره شماره رو دستی افزایش داد. حالا من برمیگردم یه لحظه به فاکتور فروش. اینجا میتونم دستی هر عددی بنویسم ولی این نظم خودش رو دنبال کنه بهتر هست. برمیگردم به حسابداری و انبار. این یه ردیفی که اضافه کردم میتونم همین شماره فاکتور رو اینجا وارد کنم و یه فروش کالا این ستون ها رو نگاه کنید. من با موس میرم بالا توی این قسمت مثلا میزنم 5 عدد مثلا همون بسته، ولی دیگه اینجا همه چی به صورت تایپی هست. مبلغ هر چقدر که هست، مبلغ کل هم هر آنچه که باشه رو باید به این اضافه کنیم. میبینیم که یک مورد دیگه فروش ثبت شده به نام فرد. البته نام فرد هنوز ثبت نشده. من دوباره همون اگر میخوام توی همون فاکتور حتما گنجونده بشه همون شماره فاکتور 1603 رو میزنم و کد فرد 5011. اینجا هم البته خیلی واجب نیست ولی حالا اسمش هم مینویسیم. نام جنس هم میتونیم بنویسیم، خیلی هم البته نیاز نیست. به هر حال این جنس جزء بدهی طرف محسوب میشه و اگر پولش رو در هر لحظه پرداخت میخواد بکنه شما روی این کلیک کنید، پرداخت پول رو بزنین، میبینیم که بقیه اطلاعات اومده، فقط مبلغ لازم هست. این 52,000 ریال رو اینجا وارد میکنم، تایید رو میزنم و کار تمام هست. حساب اون فرد در مورد اون فاکتور صفر خواهد شد. چیز خیلی پیچیده ای نیست ولی تقریبا همه کار شما رو انجام میده. دوباره برمیگردم به فاکتور فروش. برای فاکتور جدید دکمه فاکتور جدید رو میزنم و کارم رو برای فاکتور بعدی انجام میدم.
در هر لحظه مثلا جستجوی کالا همون 5011 باید متن بنویسیم. میبینیم که موجودی انبار رو این دفعه به ما داد، چون دفعه قبل خرید نزده بودیم یا ورود به انبار نزده بودیم موجودی 0 بود، یا منفی ممکنه بشه اگر که فروش هم کرده باشید. ولی به هر حال موجودی انبار رو در هر لحظه دارید، دکمه اینتر رو بزنین این جنس وارد فاکتور میشه و تون به این شکل شما میتونید با البته کمک گرفتن از ردیف اضافه ردیف های بیشتری تولید کنید. بیاد پایین دکمه ثبت، سپس دریافت مبلغ و کار تمام هست. من دوباره برمیگردم به صفحه کنترل. میبینیم چقدر نرم افزار ساده ای بود. شما فروشت رو انجام میدی، حساب کتاب افراد در لحظه مشخص هست، موجودی انبار برای تمام اجناست مشخص هست و فقط کافیه که یک بار و یک دوره با این نرم افزار کار کنید. ممنونم از اینکه به این فیلم توجه کردید. با تشکر و خدا نگهدار.